نسل جدید سنگ‌های ساختمانی تحول بزرگی تو صنعت سنگ و ساختمون ایجاد کرده. اگه دیزاینر، دکوراتور یا معمار هستین، پیشنهاد می‌کنم حتما بیاین نمایشگاه سنگ و از نمونه‌های جذاب نمایشگاه سنگ دیدن کنید. دیگه تو پروژه‌هات از سنگ‌های ساده و قدیمی استفاده نکن، به خاطر اینکه خیلی قدیمی شده. به جاش بیا از سنگ‌ها تو فینیش‌های مختلفی استفاده کن که محدودیت اجرا ندارید و تو سبک‌های مدرن و کلاسیک و نوکلاسیک هم میتونید اجرا کنید. نمایشگاه شهر آفتاب بیشتر از 11000 متر مربع وسعت داره و بیشتر از 130 تا شرکت داخلی و از کشورهای خارجی مثل چین و هند و ترکیه هم تو این نمایشگاه حضور دارن. اگه تو حوزه ساختمان و معماری فعالین یا اگه سازنده هستین، پیشنهاد می‌کنم حتما بیایید و نمونه‌های مختلف سنگی رو ببینید و استفاده کنید. تو نمایشگاه تخصصی سنگ انواع سنگ‌های لوکس و اقتصادی موجوده. میتونید بیاین و رنگ‌ها و الگوهای مختلف رو ببینید. انواع سنگ‌های گرانیت، مرمری، تراورتن، چینی و لایمستون هم موجود شده. بیاین با شرکت‌های مختلف ارتباط بگیرید و باهاشون در ارتباط باشید. قانون جذاب نگاه کن. سنگش سنگ مرمر پرتغالیه که تو اینجا طراحی تولید و فراوری می‌کنن. ما معدن پرتغالی داریم، سنگ مرمر پرتغالی و انواع گلدون و مجسمات رو میسازیم. همش هم دست سازه، همش کار دسته و فقط پرتغالی نیست. 8 نوع طیف رنگی داریم و هر شکلی رو به ما بدید براتون میسازیم، چه گلدون چه مجسمه. بریم چند تا کار خاص با هم دیگه ببینیم. اینجا کارشون طراحی و تولید انواع محصولات سنگیه که تو مدل‌های مختلفی تولید میکنن. در واقع ما به سنگ‌های خام روح میدیم. به گفته یکی از بازدیدکننده هامون انواع قلیون‌های سنگی، شکلات‌خوری، شطرنج، ظروف مختلف برای دوستان تولید می‌کنیم و تقدیمشون می‌کنیم. انواع سنگ‌های مرمر تو سورت‌ها و تایپ‌های مختلفی موجوده. پیشنهاد می‌کنم حتما بیاید نمایشگاه انواع سنگ‌های مختلف رو ببینید و بازدید کنید و استفاده کنید. یه توضیح راجع به این سنگ مرمر به ما میدین؟ خب این اول اینه که رنگ از روی سنگ به بافت سنگ تزریق شده و این طیف رنگی جذاب به شما نشون میده. سنگ پلاس موجود تخصصی نمایشگاه سنگ. این نمایشگاه تو شهر آفتاب از 8 تا 11 خرداد دایره تو 3 بخش ملزومات، فراوری و دستگاه‌های فراوری سنگ برگزار شده. برای اطلاعات بیشتر حتما یه سر به پیج سنگ پلاس بزنید. آیدی پیجش داخل کپشن برای شما میذارم.